با سلام به کانال تریدر شو خوش آمدید. دوستان عزیز، میخوام چند نکته مهم برای تریدر شدن رو برای شما آموزش بدم که در هیچ کانالی در یوتیوب برای شما نمیگن. اینه که همیشه برای ترید کردن زمان وقت که میذارید کمالگرا نباشید. کمالگرایی یعنی ضرر، هیچ سودی نمی کنی تو ترید کردن، بعدش پیروز میشی. وقتی کمالگری رو بذاری کنار در ترید، لطفاً به هیچ کسی نگید که ترید میکنید یا بردی یا باختی، هیچ موقع نگید. همیشه بردهاتون رو یا باختاتون رو تو نظرتون داشته باشید که بتونید یک تریدر موفق بشید. یک تریدر موفق اون موقع تریدر موفق میشه که رازدار باشه، فقط برای خودش نه برای کسای دیگه. برای بیشتر فهمیدن از ترید کانال ما را سابسکرایب کنید تا که بهتر و خوبتر ترید را یاد بگیرید.